ویدیویی ما آماده کردیم درباره شما، با هم ببینیم و بعد مصاحبه رو شروع کنیم. باتون 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 به میگن باغر باتون، لوله دارم براتون، عزما این طویله رو من آره میزنم به نامتون. توی این وضع داغون من میشم قاسمتون، مجلس و گوسال خوش بدای تن ناقصتون. بنده از قدیما پاسدار شما، مخلص دلار و دینار شما. وقتش نظام و تکبایه کنین تا که راه نشدیم مثل امام. اگه هیچ کس نمیدونه تو خودت خوب میدونی، مجلس و دولت و بیتت همگی روی حواس. چطور بود؟ خوب بود ولی کم بود. آقا درست ما باقر باتومیم، درست رضاخان حزب الله بودیم، درست تو کار چما و لوله بودیم، اما همش که این نبود. ناسلامتی ما دکتر خلبانی ما از دانشگاهمون هم میذاشتی توش. و کدوم دانشگاه درس خوندی؟ دانشگاه راهیان ولایت، رشته دامپیوتر و پشم افزار. نخند مسواک گرو میشه، شوخی کردم. رشتم اختلاس با گرایش سیسمونی. نخند، برو سوال بعدی. آیا دکتر پشت پرده مجلس چی میگذره؟ پشت پرده مجلس، پشت پرده مجلس مثل بازار دوزاست. یکی زمین میفروشه، اون یکی جنگل میخوره، یکی دریاچه معامله میکنه، اون یکی آقازاده میفرسته کانادا. اما اصل جنس رأیه. شاسی بلند و ویلا و زمین میدن، رأی نماینده میفرن. تو راهروها اون پشت؟ آره همون پشت مشتا. البته بزنم هست دیگه. وزیر و معاون وزیر و نمایندن که همینطوری وفار همدیگر رو به سیخ کشیدن در راستای منویات عظما، میزنن شل و پل میکنن همدیگر رو. محل خواب هم هست آخه مثل اینکه اونجا. محل خواب که تو خود صحن مجلسه. تو صحن مجلس میخوابیم، اون پشت مشتا میریم واسه خدمت و کار و کاسبی. و بعد وقتایی که صحبت میکنین چرا اینقدر صحن شلوغه؟ یه نفر میره پشت تریبون، تو صحن چرا اینقدر همه است؟ حاجی استبل دیگه. استبل که این حرفا رو نداره. همه مؤدبانشه. ماغ میکشیم، خورناس میکشیم، بزاریاتیه. بعد اون کسی که پشت تریبونه داره با کی حرف میزنه؟ با یه مش کافتر از خودش. بابا من که رئیس مجلسم کسی به حرفام گوش نمیکنه، چه برسه به بقیه. به جان تو وقتی تو مدرسه صدای شتر مرغ در می آوردم بیشتر بهم توجه میشد تا تو صحن مجلس. یه دم که مثل یاهو سرش رو میدازن پایین، اصلا میرن از مجلس. کجا میرن وقتی که تو مجلس نیستن؟ میرن دنبال خدمت به مردم. یکی واسه بچهش مدرسه درست میکنه، یکی به ویروهاش تو شمال سر میزنه، یکی هم مثل من تو کار سیسمونیه. از اونجایی که ما از مردمیم و از دل مردم اومدیم، بنابراین به مردم یعنی خودمون خدمت میکنیم. خب نداره که کار ما در یک کلام اینه: شب و روز خدمت، شب و روز خدمت. حقوق یه نماینده مجلس چقدره؟ بابا من میگم ما شب و روز در حال خدمتیم، بعد تو میگی حقوق؟ نماینده اصلا حقوق نمیگیره. چرا نداره که ما دمر افتادیم رو سفره انقلاب، از همه طرفش داریم میخوریم. حقوق و این سوسول بازی ها واسه ما پول خورده. چی تو این فرایند انتخابات خیلی رو مخه برای یه نامزد مجلس؟ بله، چیزی که توی فرایند رو مخه خود انتخاباته. آقا مقام عظما هست، شورای نگهبان هم هست، ما هم هستیم، سرمون رو میندازیم میریم تو مجلس دیگه. انتخابات دیگه چه دوریه؟ کدوم رئیس جمهور رو دوست داشتید که استیضاحش میکردید؟ میافتاد تمام. همین یارو پزشکیانو خیلی رو اعصابمه. دلم میخواد توی تابه استیضاح تفتش بدم، نخود لوبیاشو بار بذارم، یه سیراب شیردون مشتی از توش در بیاد. حیف که نگران عظمام تفریق خیلی استرس داره. استرس چی داره؟ استرس چی؟ استرس اغتشاشات، استرس به فنا رفتن عمر استراتژیکیش، استرس جرخوردگی نظام، استرس شرشر تو سپاه، استرس جنگ و دعوای سران قوا. ای داده بیداد، بمیرم واسه مقام عظما که مجسمه استرسه. آخرین فیلمی که دیدید؟ یه فیلم دیدم اخیراً به نام قلعه حیوانات. یاد مجلس خودمون افتادم، خیلی حال داد. بازم که خندینی که
شما 30 ثانیه فرصت دارید رو به اون دوربین چشم در چشم شورای نگهبان صحبت کنید. بفرمایید. با سلام به شما لاشتخورای عمامه‌دار در شورای نگهبان که با بصیرت خودتون تمام تپه‌ها و ارتفاعات نظام رو مورد عنایت قرار دادید. آقا این چه ارنج مسخره‌ای بود ریختید توی مجلس؟ تا وقتی جلسه سران قوا داریم مجلس میخوایم چه کار؟ این روزا دنیا تو فاز آیپد و آیفون و آیمکه، ما تو فاز آیبرق و آی آب و آیگازیم. اینا همه محصول وفاق سران سروه و حکمرانی ولایی ماست. همین. تو هم جمع کن کاسه گوزتو برو، تو باتون کاریت نکردم.